میدونستین تا چند سال پیش میشد توی آمریکا با $15,000 یه تویوتا سوپرا یا یه نیسان اسکایلاین خرید؟ امروز همون ماشینا قیمتشون از یه خونه هم بیشتر شده. ولی چرا انقدر گرونن؟ تا حدود سال 2010 این ماشینا بین ماشین بازار شناخته شده بودن، ولی هنوز اونقدر محبوب و کمیاب نشده بودن. اون موقع قیمتشون حتی زیر $15,000 هم میومد. اما چند تا عامل ورقو برگرد. اول فیلم‌های سری و خشن، دوم بازی نیت فور اسپید و سوم تولید محدود توی ژاپن و مهمتر از همه قانون 25 سال واردات آمریکا که واردات ماشینایی که با استانداردهای ایمنی و آلایندگیشون همخوانی نداشتن رو فقط بعد از 25 سال از زمان تولیدشون مجاز میکرد، که از قضا شامل حال اسکایلاین هم شد و بازار رو منفجر کرد، چون دیگه وارداتش قانونی شده بود و همه دنبالش بودن. حالا یه تویوتا سوپرا بین 100 تا $200,000 و نیسان اسکایلاین بین 200 تا $300,000 قیمت گذاری میشه.